سلام. روزگار همتون خوش و خرم. در این چند تا برنامه‌ای که در خدمتتون بودم از بازخوردها و نوشته‌ها و گفته‌هاتون بسیار سپاسگزارم. هر کسی با رویکرد خودش، شأن خودش، درک خودش، آگاهی خودش و سواد خودش نسبت به این برنامه‌ها واکنش نشون داد و از همه شما عزیزان، چه اونایی که پیشنهادهای ویژه دادن، چه اونهایی که نقد کردن، چه اونهایی که با من موافق نبودن و چه اونهایی که حتی زبان به ناسزا گفتن باز کردن، از همتون صمیمانه سپاسگزارم. متشکرم. اما برای اینکه بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم، به پیشنهادی که دوستان باید تایم برنامه رو بیارم پایین که قطعا این کار رو خواهم کرد و اینکه دوستانی به فکت های فرهنگی روزانه جامعه ما اشاره کرده بودن و خواسته بودن که در این مورد نظر بدیم. ببینید عزیزان، من تمام دغدغه‌ام، تمام حرفام این بود که یک چیزی که در خور شأن ایرانیه، در خور شأن و فهم و در واقع تفکر و ذات عقلانی ایرانی من تو این برنامه گفته باشم و بگم و حتی اگر چیزی مخالف این شأنه در قبالش واکنش نشون بدم. خب بنا نیستش که مسائل کوچک رو بیایم به اونها بپردازیم و اینها خب یه جورایی هم وقت شما رو میگیره و همین که اون مرادی که از این برنامه ها دارم خب طبعا به اجرا در نمیاد، به خواستم نمیرسم. به خاطر همین اجازه بدین که شأن این برنامه ها در وضعیت بالای خودش بمونه، دست کم کیفیت برنامه ها بالاتر باشه. کیفیت برنامه های بی نهایت متعددین که در واقع اعتراض میکنن، تحلیل میکنن به مسائل فرهنگی روز، مسائل اقتصادی اجتماعی روز به وفور تو شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم ها وجود داره. اما اینکه یکی بیاد نقد آگاهانه، نقدی که مبتنی بر نقد نقادیه، چیزیه که جامعه ما از اون رنج میبره و متاسفانه وجود آنچنانی نداره. اجازه بدید نقد کنیم در فضایی که اساتید دانشگاه سکوت کردن. کمتر اساتید رو میبینی که دغدغه نقد و نقادی داشته باشن در جامعه‌ای که مردم نمیدونن نقد چیه و خیلی ها هم این واژه رو به کار میبرن بدون اینکه بدونن نقد چیه. اجازه بدین که ما نقاد باشیم، نقاد سازنده باشیم و با هم مشی نقادی رو یاد بگیریم. من فکر کنم این اتفاق خیلی اتفاق بزرگتر و بهتری خواهد بود. برای نمونه مثلا یک دوستی گفته بود که در قبال یکی دو هفته پیش در قبال برنامه‌ای که خانم زهرا خواجوی، فکر کنم دروازه‌بان ایرانی تیم ملی فوتبال گفته بود و اون برنامه مزخرفه که من اسمش هم یادم میره، در قبال اون آقایی که مجری اون برنامه است گفته بود شما نیچه رو میشناسید. خب این خانم گفته بود که مگه نیچه زهرا خواجوی رو میشناسه که من بخوام میشناسم؟ مثلا اینو من چی باید بگم؟ ببینید خانم خواجوی درست گفته، ایشون اصلا نباید نیچه، چرا باید نیچه رو بشناسه؟ چرا باید در قبال نیچه مثلا واکنش نشون بده یا وقتی ازش سوال بشه شروع کنه بگه بله من کتاب‌های نیچه رو خوندم از فلان کتاب تا فلان کتاب؟ این در واقع شاید بشه به ایشون واقعا خورده نگرفت، ولی این رو باید به حساب حماقت و بلاهت مجری این برنامه گذاشت. اون دردی که من دارم با کمال عذرخواهی و در واقع شرمندگی میگم، اون سند روشنفکری که تو جامعه من داره روز به روز قدی میکشه و کلفت میشه، میخوام عرض کنم چرا باید اسم نیچه تو هر برنامه‌ای بیاد؟ اصلا نیچه به چه درد ما میخوره؟ یک همچین مجری با چنین شرایطی که فقط دوست داره مثلا چششو درشت کنه، به این بازیگر بخنده، به اون بازیگر بخنده، بره مثلا یه سری بازیگرانی که در حد پرنستارهای به اصطلاح اروپایی و امریکایی هستن ورزله بیاد تو برنامهش برای اینکه بخواد فالوور جمع کنه یا بیننده جمع کنه و مثلا یه همچین سوالایی مطرح کنه. خب این حماقت و بیشعوری اون
سازنده اون برنامه یا دستن در کار اون برنامه رو نشون میده و اینها نمیفهمن که اتفاقا تمام درد ما که امروز هر ننه من قمری میبینید که از سیاست صحبت میکنه یا مثلا تو سیاست حرفی داره برای گفتن یا ژست انتلکتوال روشنفکری میگیره در قبال مسائل سیاسی، دقیقاً به خاطر همینه که سیاست در این کشور روسپی شد، پتیاره شد. سیاست در این کشور در جایگاه و شأن خودش قرار نگرفت که امروز هر کسی رو شما میخواید تکون بدید شروع میکنه از سیاست گفتن و یه سررشته در مورد سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست بین‌الملل، سیاست خاورمیانه، سیاست اروپا، سیاست آمریکا، سیاست آمریکای جنوبی داره و اینها تأسفه، اینها شرمندگی جامعه ماست. اجازه بدید که وقتی که از ما چیزی میپرسن یا اینکه چیزی گفته میشه به راحتی و با کمال قدرت و اقتدار بگیم که در این مورد خاص بنده تخصصی ندارم و اینجاست که ابتدای آگاهی و عقلانیت ما شروع میشه، هر چند دیر ولی شروع میشه. امیدوارم که از من نخواهید که این حرف ها رو بار دیگه طرح کنم. اجازه بدید که سطح و شعور این برنامه هایی که قرار در خدمتون باشم رو تا حدود بسیار بالاتر ببریم که تا بتونیم حرفای بهتری برای گفتن داشته باشیم، تا روزی که بتونیم بهترین برنامه ها و عقلانی ترین برنامه ها رو در کنار هم داشته باشیم و با هم دیالوگ و گفتگو داشته باشیم. شب و روزگار شما خوش و از خداوند بزرگ برای این قوم بی‌رحم بارا مسئلت میکنم. فعلا خدا نگهدار.